امروز قرار راجع به این صحبت کنیم که اصلا شانس وجود داره یا نه. اما پاسخش مشخصه: هرگز. در واقع افکار و گفتار و رفتار شما هر لحظه به کائنات این سیگنال رو ارسال میکنه که من آماده پذیرش نعمت به سمت خودم هستم. این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. پس این اشتباه محضه که فکر کنید شانسی یکی خوشبخت میشه، شانسی یکی بدبخت میشه. برای همین عارف اصلا به چیزی به نام شانس اعتقاد نداره. چالش راز دیگرگونی با ریاضی کائنات، روز دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا احمدی هستم، فعال در حوزه توسعه فردی با رویکرد متافیزیک و معنویت. صحبتم را شروع می‌کنم با نام یاد خدایی که دست‌های مهربانانه و هدایتگرش همواره بر سر تمام مخلوقاته. خیلی خوشحالم که دوستان مثبت اندیشم رو در کانال مسیر آگاهی و کشف شهود می‌بینم. امیدوارم به این باور برسید که این شما هستید که میتونید هر لحظه خودتون رو در مسیر دریافت نعمت‌های بیشتری از خداوند قرار بدید. این خواهش رو ازتون دارم که تا انتهای صحبتم همراهیم کنید و بمونید و خوب حرفامو بشنوید تا انشالله بتونم کمکتون کنم که به خودتون فرصت ساختن زندگی زیباتری رو بدید. خیلی دوست دارم از فردا هر روز که از خواب پا میشین به خودتون بارها و بارها بگید من تجلی قدرت خدا هستم. من با افکار و گفتار و رفتارم زندگیم رو میسازم، نه با شانس. چون بعد گوش دادن به این جلسه مطمئنم شما هم با من هم نظر میشید. رفقا، به دومین جلسه از چالش راز دگرگونی با ریاضی کائنات خیلی خوش اومدید. امروز قرار راجع به این صحبت کنیم که اصلا شانس وجود داره یا نه. اما پاسخش مشخصه: هرگز. ازتون میخوام بدونین که چیزی رو قضاوت کنید اول به حرفام فکر کنید تا متوجه بشید که دیگه چرا نباید به این باور اشتباه دلخوش کرد و دیگه با ریسک کردن زندگیتون رو در معرض نابودی قرار ندید. قبل از اینکه بحثمو شروع کنم یه گریزی به مباحث جلسه گذشته میزنم. جلسه گذشته راجع به این صحبت کردم که اگه شما توی یه کاری موفق میشید این به خاطر اینه که مغز شما برای اون کار انرژی بیشتری آزاد میکنه. در واقع افکار و گفتار و رفتار شما هر لحظه به کائنات این سیگنال رو ارسال میکنه که من آماده پذیرش نعمت به سمت خودم هستم. حالا شاید این سوال واسهتون پیش بیاد: خب چه ارتباطی بین مغز ما و کائنات وجود داره؟ پاسخ اینه که مغز ما هر لحظه با جهان هستی و همون کائنات در حال مخابره اطلاعاته و این دوتا یعنی مغز و جهان هستی با یک حساب و نظم هوشمندانه انرژی هاشون رو به هم منتقل میکنن. شما به میزانی که خودتون رو همسو با خواسته هاتون میکنید و برای اونها تلاش میکنید از گفتار و مخصوصا رفتارتون نتیجه میگیرید. اصلا برای همینه که من معتقدم چیزی به عنوان شانس وجود نداره و اساسا چنین چیزی هم امکان نداره. چون از نظر من عالم هستی همش ریاضیه، پشتش حساب کتابه. چقدر حضرت مولانا قشنگ و خیلی خوشگل این قانون رو درک کرده و میگه این جهان کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. فعل تو کان زاید از جان و تنت، همچو فرزندی بگیرد دامنت. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خویش گرد. فعل توست این قصه های دم بدم، فعل توست این قصه های دم بدم. این بود معنای قد جف القلم. رفقا، همین ریاضی معمولی رو خیلی خوب بلد نیستن، چه برسه به ریاضی کائنات. ریاضی کائنات با ریاضی که ما تو مدرسه یاد گرفتیم یک تفاوت اساسی داره. ریاضی که ما تو مدرسه خوندیم 2 ضرب در 2 میشد 4، اما تو ریاضی کائنات 2 ضرب در 2 خیلی بیشتر از 4 میشه، شاید 2 3 یا 4 یا 10 ها برابر. بذارید یه مثال بهتون بگم. ببینید وقتی شما 2 کیلو میوه میگیرید و میبرید خونه مادرتون، خدا به اندازه پول 2 کیلو میوه بهتون برکت نمیده، بلکه به اندازه خوشحالی مادرتون بهتون پاداش میده. اصلا ممکنه شما نتونید حساب کتابش رو انجام بدید.
پس این اشتباه محضه که فکر کنید شانسی یکی خوشبخت میشه، شانسی یکی بدبخت میشه، یا حتی یه شوهر یا زن خوب گیرش میاد، یا یه خونه ارزون واسه اجاره به پستش میخوره، یا حتی یک خونه واسه خریدن پیدا میکنه. نه، هیچ کدوم از اینا شانسی نیست. توی عالم هستی هیچ اتفاقی به وجود نمیاد. در عالم هستی پشت تمام اتفاقها و جریانات عالم، از افتادن یک برگ از درخت گرفته تا راه رفتن یک مورچه، پشتش صدها معادله ریاضی خوابیده. چون که ما زبان ریاضی کائنات رو بلد نیستیم، همه اینها رو اتفاقی میدونیم. البته یقینا انسان‌ها با میلیون‌ها سال که روی کره زمین زندگی کردن قادر به فهمیدن تمام معادلات پشت پرده کائنات نیستن. که مثلا چرا فلانی همسرش شده، مثلا چرا شما یک فرزند دارید، چرا یک پسر و یک دختر دارید، چرا 2 تا پسر ندارید. حالا انسان خردمند و عارف میاد و معادلات پشت پرده ریاضی رو با خودش، پشت پرده کائنات رو با خودش مرور میکنه، بهش فکر میکنه به اینکه چرا حضرت فاطمه زهرا 18 سال بیشتر عمر نکرد، چرا بچه‌هاش براش دعا نکردن، چرا همسرش علی براش دعا نکرد، چرا امام جواد تو 28 سالگی از دنیا رفت، چرا امام زمان رو کسی نمیبینه، اصلا چطوری میشه یک انسان 1000 سال عمر کنه. انسان عارف میره دنبال پیدا کردن این معادلات فوق حرفه‌ای میگرده. برای همین عارف اصلا به چیزی به نام شانس اعتقاد نداره. شما وقتی که یک جنین بودید، 1/100 مغزتون تشکیل نشده بود. توسط مغز مادرتون به کائنات، به این عالم بی انتها، به این عالم خارق العاده و عجیب و تمام هستی و تمام کهکشانها وصل بودید، ارتباط می گرفتید. صحبت از کائنات شد، یه نکته الان به ذهنم رسید و اون اینه که خیلی پرسیدن که آقای احمدی کائنات چیه؟ در واقع کائنات همه عالم هستیه، از کره زمین و منظومه شمسی و همه کهکشان‌ها، کهکشان راه شیری گرفته که اینها حتی ذره‌ای در خلقت خداوند نیستن، تا قوانین بدون تغییر خدا که خداوند با علم و عدلش به همه چیز و همه کس رفتار میکنه. حالا جالبه که بدونید همه این عظمت در مغز شما طراحی شده. برای همین دانشمندا میگن آقای انیشتین 1.7% از مغزش رو بیشتر نتونسته استفاده کنه. نه عمرش اجازه داده، نه زمان بهش اجازه داده، نه بیشتر از این توانایی داشته. حالا انسان‌های عادی مثل من و شما که 0.1% هم نمیتونیم از شگفتی‌ها و قدرت مغزمون تا آخر عمرمون هم استفاده کنیم. برای همین میگیم یه نفر خوشبخته، یه نفر بدبخت. یه نفر هر جا میره همه درا به روش بازه، یه نفر هر جا میره همه درا به روش بسته است. البته عوام به این میگن آدم خوش شانس و به اون میگن آدم بد شانس. اما عرفا در تعریف انسان خردمند بهش میگن آدمی که از مغزش استفاده میکنه و آدمی که از مغزش استفاده نمیکنه. پس اصلا چیزی به اسم شانس وجود نداره. قطعا آدمی که پیام‌های قوی به جهان هستی میفرسته، پیام‌های قوی هم دریافت میکنه. مغز ما هر لحظه تریلیارد پیام به کائنات میفرسته، اونجا پردازش میشه، جوابها بهش سند و ارسال میشه. پس بدونید که محال هیچ حرکتی در دنیا بدون پاسخ بمونه. خداوند به صراحت در آیه 7 سوره اسراء میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسألتم فلها. یعنی اگه نیکی کردی به خودت نیکی کردی، اگه بدی هم کردی و ظلم کردی به خودت بدی کردی. من این آیه رو روزی 100 بار به خودم تذکر میدم که حواسم بیشتر به دور و بریام باشه، به همسرم، به فرزندانم، به مادرم، حتی به افکاری که در مورد پدر شهیدم میکنم. حواسم به خودم باشه، به همسایه‌مون باشه، به کارمندای زیر دستم باشه، به تک تک رفتارهای کوچیک و بزرگم باشه. چون میدونم رفتار من به خودم برمیگرده. به همین خاطره که به خودم این حق رو نمیدم که هر فکری بکنم، هر جایی برم، هر حرفی رو بزنم، هر قضاوتی رو در مورد دیگران بکنم، چون میدونم همه اینها پیام‌هایی هست که من به کائنات ارسال میکنم و خیلی زود جوابش به خودم برمیگرده. به خاطر همین سعی میکنم هر روز به 3 تا سوال اصلی فکر کنم. اصلا بذارید این 3 تا سوال باشه تمرین این جلسه‌مون. ازتون میخوام همین الان یک کاغذ و قلم بردارید و شما هم به این 3 تا سوال جواب بدید.
اولین سوال اینه که شما چه پیامی به کائنات ارسال میکنید؟ شما چه پیامی به کائنات ارسال میکنید؟ برای اینکه بتونید تو نوشتن پاسخ این سوال در واقع بهتون کمک کنم، مثلا بنویسید که غر میزنید یا شوک‌گذارید، خوشبین هستید به آینده یا بدبین، آدم با گذشتید یا آدم کینه‌ای. دومین سوال اینه که شما چطوری زندگی میکنید؟ باز برای اینکه کمکتون کنم، مثلا بنویسید که همیشه تو فقرین یا ثروت، احساس خوشبختی دارید یا نه، زندگی واسهتون آسون میگذره یا سخت. سومیش اینه که کائنات چه پاسخهایی به شما داده؟ اصلا شما از این پاسخها رضایت داشتید؟ یعنی الان از خونه‌ای که دارید، در واقع ماشینی که دارید، فرزندانتون، رضایت دارید؟ بعد که پاسخها رو نوشتید خوب به حرفای من فکر کنید. ببینید آیا شما با پیام‌هایی که ارسال می‌کنید و پاسخ‌هایی که دریافت می‌کنید آیا واقعاً زندگانی می‌کنید یا زندمانی؟ به خدا بین زندگانی کردن و زندمانی بودن فرق زیادیه. ازتون خواهش میکنم هر شب قبل از خواب خودتون ارزیابی کنید، با خودتون بگید که امروز من چه افکار و گفتار و رفتارهایی داشتم. ببینید از خودتون رضایت داشتید یا نه. قطعا اول کار انجامش واسهتون اصلا آسون نیست، اما مطمئن باشید که این داروی تلخی که باعث سلامتی روح و روان شما میشه، تضمین آینده است. خب رفقا، یه موضوع دیگه هم لازم به یادآوری کنم. وقتی که صحبت از هدیه و جایزه میشه، مغز ما هم تلاش بیشتری برای یادگیری میکنه. همونطوری که قبلا تو پیجم تو ریلز آموزش ببین و هدیه بگیر اطلاع رسانی شده، که البته همینجا ممنونم از تک تک شما دوستای عزیزم که واقعا حمایت کردید. میخوام در جهت رشد و آگاهیتون برای اونهایی که وفادارانه تمام آموزش‌های من رو با تعهد دنبال میکنن، فرصت شرکت در قرعه کشی چالش راز دگرگونی با ریاضی کائنات رو بذارم. ماجرا از این قراره که در بین آموزش‌های این چالش یک کد 5 رقمی گفته میشه. البته در هر آموزش ما یه رقمش رو میگیم. بعد در روز آخر چالش از طریق پیج اینستاگرامی من به آیدی dr.r.ahmadi شما این کد رو ارسال میکنید به دایرکت. چنانچه عدد درست باشه واسهتون پیام تبریک ارسال میشه و سیستم اسمتون رو میپرسه. این قرعه کشی رو بدون استثنا هر 2 ماه یک بار من انجام میدم، پس این هدیه به هیچ عنوان تمومی ندارن. یادتون باشه که هر زمانی که شما این ویدیو رو میبینید فرصت شرکت در این چالش و همچنین برنده شدن در جوایزمون رو دارید. پس با این دیدگاه که قراره در چرخه آگاهی بخشی سهیم باشیم، ازتون خواهش میکنم که حتما این فایل رو برای دوستانتون ارسال کنید یا تو گروهاتون منتشر کنید که بقیه هم متوجه هم این اطلاعات ناب بشن، هم فرصت شرکت در قرعه کشی رو داشته باشن. به هر حال همه پول میگیرن، آموزش میدن، من به عشق آقای امام زمان آموزش میدم و هدیه هم میدم. خب رقم دوم از کد 5 رقمیمون عدد 8 هست. عدد 8 رو به نام آقای امام هشتم در دفترتون بنویسید. آموزش ها رو همینطور متعهدانه دنبال کنید. اگر آموزش جلسه قبلی رو ندیدیدم حتما برید اونو ببینید و به مرور منتظر باشید تا ما بقیه اعداد رو هم تقدیم حضورتون کنم. چنانچه از کانال یوتیوب منو میبینید، زنگوله پایین صفحه رو حتما بزنید، منو سابسکرایب کنید تا اپیزودهای بعدی هم واسهتون نمایش داده بشه. البته منتظر نظرهای ارزشمندتون هم هستم. دوست عزیزم جلسه بعدی قراره در مورد موضوع جذاب 3 تکنیک ثروت ساز باهاتون صحبت کنم. پس حتما منو دنبال کنید. از اینکه وقت و زمان و انرژیتون رو برای گوش دادن به حرفای من گذاشتید که البته همش آموزه های استاد عزیزم هست و همینجا براشون آرزوی سلامت و سعادت دارم. از شما دوست عزیزم متشکرم و شما رو به خدای عشق و ثروت و سلامتی و سعادت می سپارم. تمرین رو انجام بدید، به کائنات ثابت کنید که پای کار تغییر برای سبک زندگیتون هستید. براتون آرزوی موفقیت دارم. ارادتمند شما، رضا احمدی.